ببینن من این قصه ها را به خاطر آن میارم که فردا اگر مادره یا خواهره این صحبت ما را گوش کند و قسم به عزت پروردگار که غرض ندارم، یگان بدبینی نسبت زنها هم ندارم، بلکه پیامبر ما گفتند 3 چیز را در دنیا دوست می‌دارم، یکی زنهاست، ما نیز زنها را دوست می‌داریم. این دلالت ما برای خوبی های زن افاده میکند که ما محبتی به زنها داریم، ما دشمن نیستیم و ما خودمان از کجا آمدیم؟ این دوستای خدا، این پیامبرها از کجا آمدند؟ همه اینا فرزندای مادرها بودند. زن کسی بد میبیند که او مدنیت گوی معرفت، فهمیش، عقل، ذکاوت ندارد. زن مالی نیست که انسان ویا بد ببیند، زیرا پیامبر الدنیا متاعون و خیر متاعها المرأة صالحه میگوید بهترین متاع دنیا این زن است. گفت پیامبر بهترین متاع دنیا، بهترین نعمت دنیا. ولی وقتی که ما اطراف بعضی از مادرهایی که فقط نام مادری باقی مانده است ولی طبیعت درندگی در او پیدا شده است، میخواهیم همون طبیعت درندگی را به خاطر آیت قرآن که فذکر فإن الذکری تنفع للمؤمنین، خدا میگد بگو، پند بگو، آیت قرآن بگو، حدیث پیامبر بگو، زود است که وای از درندخویی نجات می‌یابد. زود است که این آیت‌های قرآن برای او ملهم می‌شود، برای او همچنان تبلت که می‌خرید سردردت می‌ماند، روده دردی، معده دردی گم می‌شود. اینها همچنان داروهایی هستند که همون طبیعت‌های درندگی را، همون گویم ناکسی و ناآدمی را از جنس اونها دور میکنند. ما به خاطر این بیانهامان هست، به خاطر یگان دشمنی نداریم، غرض نداریم، یا یگان سختی از جانب زنها نکشیدیم. ولی امروز درد یک برادر مسلمان، مکتوب یک برادر مسلمان، خانه ویران شدن یک برادر مسلمان، خانه ویران شدن ماست. علامه جوزی رحمت الله علیه در کتاب خود میگفت مرد زن دویم گرفت، زن دویم شا گرفت. شما بینید مادرها را صداقتشان ببینید، خدا ترسی را ببینید. زن دویم گرفت ولی زن اول را از زن دویم گرفتگی خود آگاه نکرد. چگونه که امروز برادرای عزیز ما هم از حساب که زن دویم میگیرند زنهای اول طلاق میطلبند، مرا طلاق کن، مادام در بالای من زن گرفتی، من به قدرترین زن بودم که بالای من زن گرفتی. پیامبر میگوید ایما امرأتین سألت زوجها الطلاق، هر زنی که اگر از شوهر خود طلاق طلب کند، گوید که مرا طلاق کن، پیامبر گرامی گفتند خبر به تو این است که بوی جنت به مشامت نمیرسد، بوی جنت به مشامت نمیرسد. برای چی طلاق طلب میکنی؟ تو میدانی که طلاق یهتز منه العرش، عرش خدا را در لرزه میدرارد. طلاق به نفع تو نیست، طلاق به فایده تو نیست، طلاق به فایده پدر و مادر، اولاد اجداد تو نیست. خلاص این مرد میگوید زن دویم گرفتم ولی زن اول خبردار نکردم. زن اول در همین بین آهسته آهسته درکدار شد که شوهرش زن دویم گرفته است.
این علامه جوزی حکایت دارد. ولی زنی خوب که بود، زنی نیک که بود، چیزی به سوی شوهر نگفت. اگر گفت حاضر من این بیان اگر آشکار کنم حتمی در بین ما جنگ و جنجال می شود، حتمی من زبان درازی می کنم، حتمی من سخنهای بالای می گویم، مبادای غضب خدا بالای من نشود. و سکوت برای خود اختیار کرد. ببینید زمانی شد میگه که این مرد از دنیا گذشت. تا گذشتنی مرد تا جان به حق تسلیم کردن، زن اول از زن دویم گویا چیزی درک ندارد، گویا خبری ندارد و شوهر چیزی نمیگفت. حاضر زن دویم ببین، زن دویم بگیره حال تا ببین او خانه دیگر زندگی کنه نمیتون. برادر عزیز، بسیار تجربه ها ما بلند شد. از چی حساب؟ از حساب همین جنگ جنجال هایی که برادرای عزیزی ما دارند، مکتوب هایی که در پیش من است، تا جای آمد که زن اول در پیش ما تا این اندازه را اکنون من از او ملال نمیشوم. به خاطر چی؟ به خاطر که وقتی که حضرت نوح را قومش آزار میداد، پیامبرمان گفتند وقتی حضرت نوح را قومش که آزار میداد، آنچنان آزار دادن که پیامبر گفت چشم و دهان و بینی حضرت نوح پر از خون شدند. بعداً وقتی که قوم از زدن باز ایستادند، حضرت نوح در یک گوشه رفت و به سوی قوم نگاه میکرد. همون کسانی که سنگ برداشته و مشت برداشته حضرت نوح را میزدند، به سوی خدا هم دستش برداشت و گفت اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. خدایا گفت همین قومی که لباسهای مرا پر از خون کردند، دهان و دندان مرا مجروح کردند، دعای من همین است که خدای همین قومی مرا مغفرت کن، زیرا که اونها چیزی را نمیدانند. اینا جاهلند، گفت اینا نافهمند. برای همین ما هم اون خواهری که در پیش ما این حقارت وزنینه به شوهر خود روا دید، ما از اون خواهر ملالم نشدیم. به خاطر او جاهل بود، به خاطر او نمیدانست که در این سخنهایی که در بالای شوهر میگوید فردا جواب دارد. فردا جواب دارد. چی جواب دارد؟ من الحال بعد این قصه را برای شما میگم. این خواهر گفتن که وقتی شوهرش زن دویم گرفت، ما را کن سبب گرفت و گفت بیاین رویم، برادرای همین زنی من به تو بسیار اخلاصی بلند دارد، شاید که همین پیش راه همین خواهرشون هم میگیرند، شاید همین خواهر شما را بیند و حیای کند و به خلاصه بیاید که در همین زن دویم گرفتگی من رازگی دهد. باز وای بیان میکرد که قسم به نام خدا در بهترین خانه زن اولم زندگی دارد، شما از زن من پرسان کنید که از همین مال دنیا چی کم بود دارد، فقط پرسین. مقصد همه دیگر تأمین است. با جوان چی میگفت؟ میگفت امروز زنها را میبینم که در کوچه ها بیراهگردی میکنند، امروز میبینم که اکثر جوانای ما رسیه رفتند، بعض بیناموساش زناشون هم دیگه بیاچان نمیزند. این زنهای کوچه کمتر بود که با زنهایی که در اینجا در نکاح داشتن رفتن اونجا در با زنهای بیگانه قطعی دست و بگردن کردن و این زنهای حلال خود فراموش کردن. زنها که بیشتر شده است خواستم که از زن بگیرم و شاید یک لحظه یک ذره در راه خدا خدمت شود. این زن میگردد میگوید که من چی کم بود داشتم که بالای من زن گرفتی؟ و میگه چیز کم بود نداری تو، کم بود نیست، تو شکر، ما برای تو شکر میگیم.
شو زنی خوب، ولی امکانیتم شد زن گرفتم. دیگر گفتی اصطلاح های امروزه است و بیست نکرده و گفت همون زن دویم در دهنت فلان کنه. ببینید معامله را ببینید چگونه امروز بعضی از زنها شوهرها را از دهان حقارت میکنند. به نام خدا این چیزی نیست. شما من میدانم اکثریت شما این صدا را شاید روبرو هم شیده باشه. دهن شوهر نام بگیرن، در دهن پدر و مادرت فلان کنه میگن. وقتی دهن فرزند خودش را دشنام میکند، فرزندی را که از داخل خودش گویا بیرون شده است، وقتی وای در دهنش دشنام میکند، برای او شوهر و برای او خسر و کشتامن چی است دیگر؟ قصه علامه جوزی ده بودیم ما. خلاص این مرد میگه از دنیا گذشت و زن اول چیزی بیان نکرد که تو مردک زن گرفته. ما چی کم بود داشتیم که تو زن گرفتی؟ چرا زن گرفتی؟ نگفت، چیزی نگفت تا زمانی که مرد از دنیا گذشت. مرد از دنیا گذشت و بعدا این زن اول خزینه شوهرش میگشاید که 8000 دینار در صندوق شوهرش است. بعدا جستجو میکند، ایمان ببینید، جستجو میکند که همین زن دویم همین کی بود. خلاص های زنها در جستجو میلیسه در پیش زن این چی است، نغز میآوه، خوب میآوه، همین نگاهت که نمیفهمه که زن داری و نداری. اینقدر مثال ذکاوتشون بلند است. یافت زن دویم یافت و بعد از آن از او پرسید زن فلانی تو هستی؟ گفت چرا؟ گفت من زن اولی ایشان بودم و در دوام حیات فهمیدم که وی زن دویم گرفته است، ولی به خاطر که شوهرم آزار نیابد، به خاطر که آیت قرآن است فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، به خاطر که قرآن گفته است مرد 2 زن گیرد، 3 زن گیرد، 4 زن گیرد، قرآن اجازت داده است. من به خاطر آیت قرآن با شوهرم ستیزه نکردم، با شوهرم جنجال نکردم. خب امروز جستجو کردم که شما زن دویم ایشان بودین. من به خاطر آمدم که این 8000 دینار که در صندوق شوهر من است 4000ش حق توست. برادر عزیز ایمان ببینید، 4000 همین حق توست. اون زن که زنی بسیار بسیار خدا ترا گفت در رحمت شامل کند، این پول حق من نیست. گفت چرا حق تو نیست؟ گفت آخر این شوهر 6 ماه پیش از وفاتش مرا طلاق داده بود. ببینید 6 ماه پیش از وفات این مرد مرا طلاق داده بود. من دیگر زن او نیستم. مادامی که من در طلاق باشم، مادامی که من زن بیگانه باشم، این 4000 دینار حق من نیست. گفت رو گو عاشق شود، حق توست. گفت افسانه است، باور کنین افسانه. امروز در امروزه عصر، در امروزه معامله هایی که ما میبینیم اینها افسانه میتابند. آدم حیرتی میشد نخواد که زن تا این اندازه را صداقت داشته باشد، تا این اندازه را احترام داشته باشد. نیت من قصه ام ایاس بود که افسوس که این گپ یک چیزی است که از یک نشکش میگیری دیگر طرف میره. قصه ام ایاس که دختری عوف فرزند محلم شیبانی که مادرش 10 نصیحت کرده بود. حاضر پیش از آنه که من این ام ایاس چگونه مادرش
نصیحت کرده بود، چندش دریافت کرده. من پیش از این قصه علامه جوزی گفته بودم که هر زنی که اگر احترام شوهر نمی کند، هر زنی که نسبت شوهر خود توجه خوب نداشته باشد، با عذاب روبرو می شود. کدام عذاب؟ سوال تو بدید. کدام عذاب؟ برادرای عزیز و گرامی، خواهران، مادرای مهربان، کودک‌ها از عذاب خدا می ترسیدند. زمانهای عصرهای پیش کودک‌ها از خدا می ترسیدند. من یک قصه کودکی را برای شما بیان میکنم. مالک دینار میگوید روزی به پیش یک کودک گذشتم، خرد بود، تا اندازه خرد بود که فقط زبانش گشاده بود، یعنی گپ میزد و با خواب بازی میکرد. خواب بازی میکرد. خدا نکن تصور کنید که باید چند ساله باشد. گذشتم و وقتی از پیش گذشتم، نفسم به من گفت که بابای سلام نده، ولی اندک راه قدم زدم، گفتم آخه ای مالک، خود من میگه با مذمت کرد، ای مالک، آخه پیامبر به پیش کودک‌ها میگذشت، کودک‌ها را سلام میداد، تو چرا سلام نمیدی؟ میگه عمل پیامبر خدا باز وادارم کرد و پس گشتم و آمدم گفتم السلام علیکم و رحمت الله. این کودک نبود برادر عزیز، برای عبرت، برای درس دادن، او در صورت کودک بود، نامعلوم کی بود. چگونه پیامبر گرامی گفتن گاه وقت من شما را و تلبنده های در خانه هاتون روان میکنم که اونا فرشته‌اند، نه تلبنده. شما را سنجش میکنن، شما را همت تا نمیسنجند. مالک میگوید وقتی گفتم السلام علیکم و رحمت الله، این کودک میگوید در جواب گفت و علیکم السلام و رحمت الله یا مالک. ای مالک، و علیکم السلام و رحمت الله. مالک میگوید وقتی نامی مرا گرفت این کودک، که این کودک به من آشنایی نداشت، شناسایی نداشت، از کوچه من نبود، از شهر من نبود، میگه در جواب گفتم من عین عرفتنی، از کجا مرا شناختی که من مالک هستم؟ میگه این کودک گفت شناسان مرا آن ذاتی که هرگز نمیرد. مالک میگه این جوابی که از این کودک شنیدم در وجود من یک تأثیر خیلی کلان رسانید و از او پرسیدم فرزند عزیز، نفس از عقل چی فرق دارد؟ نفس از عقل چی فرق دارد؟ این کودک میگه در جواب گفت وقتی که تو به پیش من میگذشتی، نفسی تو را نگذاشت که مرا سلام تی، ولیکن عقلی تو را وادار کرد که بر من سلام بده. مالک میگوید گفتم چرا با خواب بازی میکنی؟ اصلا با این معرفت، با این دانش، با این ذکاوت تو با خواب بازی داری؟ میگه در جواب گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از همین خاک آفریده شدیم، با در همین خاک بشویم. برادر عزیز، ذکاوت کودک ببینید، دانش کودک ببینید، در صورت کودک بودن، از خاک آفریده شدیم، باز در خاک میرویم. گفتم من تو را میدیدم که با خاک بازی میکردی، گاه میخندیدی،
گاه گریه میکردی؟ سبب در چی بود که گاه میخندیدی گاه گریه میکردی؟ میگه کودک گفت وقتی که رحمت خدا به یاد می آمد خنده میکردم، وقتی که عذاب خداوند به یاد میزد گریه میکردم. برادر عزیز، کودک میگوید که عذاب خدا به یاد میزد گریه میکردم. مالک میگوید گفتم آخر تو کودکی، تو به بلاغت نرسیدی و تو از جوانهای اهل جنتی و تو در جنت سیر میکنی. آخه جنت خدا در اختیار شما نابالغ ها داده است. اگر خدا در همین نابالغی جان تگیرد و چرا از عذاب خدا میترسید؟ گفت مالک قصه محمد را با فرزند ابراهیم 16 ماهش فراموش کردی؟ برادر عزیز، وقتی ابراهیم فرزند ماریه قبطیه بود، یعنی از بچه پیامبر بود، 16 ماهه بود، وقتی که پیامبرمان اون ابراهیم میبرد در درون خاک در لحد میگذاشت و سوی ابراهیم 16 ماهه حساب کنید که 1 ساله و 4 ماهه چی گفت؟ گفت ابراهیم وقتی که اگر منکر و نکیر آمده و تو را پرسند من ربک، خدای تو کیست؟ بگو ربی الله، خدای من الله است. اگر از تو بپرسند ما دینک، دینو چیست؟ بگو دین اسلام، بگو دین من اسلام است. وقتی از تو پرسند ابراهیم و من نبیک، پیامبرت کیست؟ بگو اب محمد صلی الله علیه و سلم، بگو پدر من محمد صلی الله علیه و سلم است. این کودک میگوید گفتم وقتی که ابراهیمی 1.5 ساله را پرسند آیا دیگر چی جای خوف نباشد، چی جای ترس نباشد؟ خواهرای عزیز، برادرای مهربان، این عبرت، این حکایه، این گفتگوی مالک با این کودک معنای او را دارد که کلان خوردی ما از خدا ترسیم، کلان خوردی ما باید از خدا ترسیم. من چرا قبلا ها میگفتم اگر زن خدا ترس باشد مرد استراحت کرده میگردد، یا اگر مردم خدا ترس باشد زن همیشه در آرامش قرار دارد. اسامه میگوید از پیامبرمان حکایه میکند، حدیث متفق علیه است، چی صحیح بخاری، چی صحیح مسلم، چی سنن نسائی، چی سنن ابو داود، چی جامع ترمذی، چی بیهقی و چی بزار و چی عبدالرازق و دیگر محدثایی که هستند، همه در کتاب‌های خدا آوردند که پیامبر گفتند قمت على باب الجنه فاذا عامت من دخلها المساکن. روز قیامت نزد دروازه جنت می ایستم و آن منظره قیامت پیامبر گرامی از باب معجزات است. در عصر خود گفت نزد دروازه جنت می ایستم و آن عامه که در جنت می درآیند اینها مسکین ها و فقیر هاست. پیامبر گفتند غیر اصحاب الجد محبوسون و اصحاب الجد محبوسون غیر انهم اصحاب النار قد امر بهم الى النار. لیکن گفت آن ثروتدارها، آن مالدارهایی که در دنیا سرکش بودند، از مال خود حق جدا نمی‌کردند، اونها را خدا حبس کردگی بود، اونها را خدا حبس میکند. برای اونها تا حال اجازتی داخل شدن در جنت نبود. قمت على باب النار فاذا عامت من دخلها النساء.
پیامبر گفت نزد دروازه دوزخ می ایستم، لیکن اکثر آن کسانی که در دوزخ می درآیند از طایفه زن هاست، از طایفه زن ها. من این 45 دقیقه که از قصه های زنهای گذشته، ترس اونها از خدا بیان کردم، قبلا که به خاطر آن که خواهر و مادرای عزیز مادرای اساسی باشه، مادرای خوب باشه. بگذار در تاریخ در نام شما به خوبی ها شود، بگذار از ذهن مردم خوبی های شما اصلا دور نشود. امی عیاس تویش رفته ایستاده بود، قبیله کیندر رئیسش این امی عیاس در نکاح خود در آورده بود. امی عیاس که مادری با فهم و مادری خدا ترس داشت، دخترش امی عیاس فریاد زد، گفت امی عیاس اکو فردا تو را به خانه شوهرت میبرند، قسم فرزند عزیز تو بسیار عزیزی، تو بسیار مهربانی، تو میوه دل منی، خوشی های تو خوشی های من است، سختی های تو سختی های من است. دختر عزیز فراموش نکن که زناشویی قانون خداست، زناشویی قانون خداست و خداوند زن را برای مرد و مرد را برای زن آفریده است. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. مرد برای زن است و زن برای مرد است. دختر عزیز اولا در این کار راضی باش، اگر چنده که من تو را جوانم شوهر داده باشم، تا از مادرت خفه نشو. برادرای عزیز، العجلة من الشیطان، سراسیمگی از شیطان است، الا فی 5 مواضع فانها من سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم. سراسیمگی از شیطان است، ولی در 5 حالت اگر انسان ها سراسیمه شوند، سنت از سنت های پیامبر زنده کردن. یکم اطعام الضیف اذا نزل، مهمان آمد، اولین کاری که ما از سنت باید اجرا کنیم این است که دسترخوان درو پرتاییم، درو آنچه از طعام داریم درو حاضر کنیم. و تجهیز المیت اذا مات، وقتی که زنده های ما که مردن، ما باید درو و برای گور و چوب کردن درو کوشش کنیم. آلی بچهش از رسیه می آید، آلی خواهرش ای خوجن می آید، آلی بچه امکیش ای حصار می آید، اینا رو دور کنیم. آمدن اونا یگان تغییرات در این پیدا نمیکنند مگر خلاف سنت می شود. آیا اصحاب پیامبر خیش تبا نداشتند که پیامبر از دنیا می گذشت تا اندازه مبالغه کردند که بدنش خنک نشده و قبر برید؟ یک شب 2 شب من میکنیم، اون ناراحت میشه از ما و شما. سیوم پیامبر گرامی گفتن و تزویج البنت اذا بلغت، وقتی که دخترهای شما به بلاغت رسیدن درو شوهر شدید. برادر عزیز درو شوهر دید. شما میدانید که اگر کمتر تأخیر کنین چی حادثه ها می شود. شما میدانید که وقتی که اگر تا چنده که ایستاد، با سبب بی آبروگی و سبب مشکلات اون خاندان می شود. فقط آدم خوب جستجو کنیم.
برای 4 تنگه یک آدم که مالدار باشه، خانه‌دار باشه، ماشیندار باشه، منصبدار باشد؟ نه، آدمگری داشته باشد، خدا ترسی داشته باشد. شیخ سعدی میگفت رهی راست بایدد نه بالای راست، که کافر هم از روی صورت شماست. عیاض مادرش گفت دخترم اکو ماندن نشو که من تو را جوان شوهر دادم. من یگان سراسیمگی نداشتم مگر به خاطر سنت رسول اکرم، ولی این را برای تو گفتنی هستم که تو 18 سال یا 17 سال در این آشیانه های من پرورش یافتی و امروز به خانه می روی که کوچه او، هر یک اتاق او، هر یک رفت او تماما جای ناشناخت است، برای تو شناسایی ندارد. ولی فرزندی عزیز، کجایی که روی اگر در اونجا 10 نصیحتی که من میکنم اگر تو اجرا کنی، همین احترامی که در خانه پدر و مادر داری، همین احترام در اون خانه تو پیدا میکنی. مادر آغاز کرد، یکم گفت فرزندی عزیز قناعت. مادرای عزیز، دخترها را پیش از شوهر دادن شینانید، نصیحت کنید. پیش از 50-100 تا کرتا و پاچه خریدن، پیش از 3 ماه ارتیس از کس کردن، دخترک تا در پیشت شینان. هزار اگر تمام محله را اگر قایل کنی، تمام مردم اگر از نان و آب سیر کنی، اگر دختری تو بے فراست باشد، اگر دختری تو بے اندیشه باشد، اگر دختری تو نصیحت از مادر گرفتگی نباشد، همه این خرسندی های تو با مصیبت مبدل می شود. همه اینا مصیبت بالای تو می شود. مثل همین مادری که ام عیاسه دختری خدا از روی محبت داشتن به خدا و بر رسول و به زندگی دختری خود نصیحت کردن، نصیحت کن. یکم، دختری عزیز، با قناعت باش. هوس‌های بیجا مکن. شاید مادر میگوید شاید هوس‌های بیجای تو، شاید آن طلباتی که تو از شوهر میکنی، شوهر تو در این طلبات تو عاجز آید و این زندگی شیرین تو به تلخی، به کام تلخی کشیده شد. یکم، قناعت داشته باشید. دختری عزیزم، قناعت چیست؟ پیامبرمان چی گفتند؟ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس. مال داشتنی بسیار این بایی نیست. گفتند شما بای با دولت، آن کسی که مالی بسیار دارد وای نگوین، آن کسی که نفسی سیر دارد وای باید گفت. پیامبر بسیاری از مالدارهایی هستند که میلیون جمع کردن تا حال سیر نکردن. نفس ها، چشم ها گرستند. همون حریصی و همون گویم که دواده و همون گرسنه چشمی اونها را هلاک میکند. اونها بایی نیست. گفتم پیامبر مگر نفس وقتی که بای باشد، وقتی که نفس قناعت داشته باشد وای باید گفتند وای ثروت دارد. دختری عزیز گفتند نفست سیر باشد، هوس‌های بیجا نکن. هرچی
از شوهر طلب نکن. شاید که این شوهر امکانیتش نرسد، شاید دستش نرسد، شاید برای آن هوسی تو را به جا آوردن جایهای رود که عاقبت این زندگی تو یا در جدایی یا در تلخی کشیده شود. آیا همه را شما در عقلهای خودتان گویم انالیز کنید؟ بسیاری از زنها آنچنان طلب میکنند که همون امکانیت شوهرها ندارند. فقط در کوچه وقتی که در زنهای دیگر میبینند، ولی درآمد و کاروبار اون مرده که به نظر نمیگیرند. در دنیا خداوند همه را یک خیل آفریده است. شما با پنج انگشت نظر کنین، کسی را خدا بای کرده است، کسی را میانه داده است، کسی را گدا کرده است، کسی را چیزی نداده است. و وقتی که خواهرای ما، مادرای ما در دستهای دیگر زنها چله میبینند، گردنبند میبینند، یا در خانه های اونها دسترخوان های با دبدبه میبینند، توی های با حشمت میبینند، همون از شوهرها طلب میکنند. این مادر گفت دخترم زینهاری به زینهار این طلب نداشته باشی، فقط و فقط قناعت را پیشه گیر. زیرا پیامبر در حدیث های مبارک میگفت علیکم بالقناعه، به همه شما ای مردها ای زنها قناعت لازم و درکار است. فان القناعه مال لا ينفد. زیرا پیامبر میگوید قناعت مالی است که تمام نمی شود. یک مالی هست که تمام نمی شود. خوش به حالی بعضی از برادرایی که ببینید چیزی که خدا به اونها داده است، خواه کم خواه زیاد، میگه خدا را شکر، خدا را شکر. خدا همین را بالای من لایق دیده است، من راضی هستم، من شکرانه میکنم. یکم دختر عزیز چی باش؟ قناعت داشته باشی. باور کنید بسیاری از زنها از بی‌قناعتی، از راضی نشدنی دسترخوان خاندان به جنگ ها و به روزهای بد میرسند. وقتی دختری حضرت علی رضی الله عنه را ام کلثوم را خواستن به عمر دهند، عمر رضی الله عنه، شما میدانید که یکی از دخترهای حضرت علی ام کلثوم در دست حضرت عمر بود. از او فرزندم داشت، یک فرزند داشت، داماد حضرت علی بود. میگه وقتی ام کلثوم خواستگاری رفتن، حضرت عمر اکو هممون میدانیم که چگونه خلافت 10.5 سال کرسی خلافت زینت دادن، ولی در صندوق ایشان از مال دنیا چیزی باقی نماند، چیزی در صندوق نداشتند. وقتی از دنیا گذشتند، وقتی که از دست ابو لؤلؤ مجوسی کشته شد، بعضی تاریخ ها میگویند که حضرت عمر 40 درهم قرضدار ماندند که قرض او را پرداخت کردند. در خلافت بودند. وقتی ام کلثوم برای نکاح کردن رفتن، ام کلثوم اول گفت که من نمیگیرم حضرت عمر. گفتن چرا نمیگیری؟ گفت آخه او اصلا در دسترخوانش نان گندمی نداره، فقط نان جوی داره. من به نان جوی او گفت شاید طاقت نکنم، شاید قوتم در گویم برداشت همون دسترخوان حضرت عمر نکند. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این
عبادت را از ما قبول بگردان. خدایا این ماه مبارک از ما قبول بگردان. خدایا گذشته های ما را رحمت و مغفرت بفرما. خدایا ذات تو داناست که من فقط و فقط آنچه از آیت قرآن، حدیث رسول، قصه های این زنهای پاک دامن بیان کردم فقط و فقط برای اصلاح خواهرها و مادرهاست. خدایا مادرها و خواهرای ما را اصلاح بگردان. خدایا در دل خواهر و مادرای ما اولا حیبت خودت، محبت رسولت، محبت قرآن و شریعت را و محبت و احترام شوهر را خدایا جاگیر بگردان. خدایا برای زنها، برای مادرهای ما چنان توفیق ده که وقتی که جان به خداوند می سپارند، جان به جبار می سپارند، شوهرهای اونها در حالت رضا باشند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. خدا خواهد با جمعه آینده من دوام این قصه را بیان میکنم، ولی روز دوشنبه همگان ما و شما آگاهی داریم که عید رمضان در این کشور ما و شما قدم میگذارد، با نور خودش این جمهوری ما را روشن میکند. با قدوم خودش چندین شخصانی که مسجد ندیده بودند به مسجد می آیند، چندین کسانی که طریق خواندن عید نمیدانستند پیش از آمدن الک طریق خواندن عید یاد میگیرند. و اعلان شد که ساعت 8 مسجدهای شهر نماز عید میخوانند. اگر از 7:30 ها نماینده های حکومت به خاطر تبریکات ما و شما اگر بیایند، از 8 الکی نماز عید خوانده می شود. پیش از آمدن به عید شما می دانید که مسواک زدن در کار و چیز خورده آمدن در کار، یعنی چیز میخورین، یکان شیرینی استفاده برین و بعدا به عیدگاه بیایید. عیدگاه آمدن هم معلوم است که لباس هایی که گویم که در داخل همون خلطچه ها محکم کردگی، نه لباس های عیدانه که ما داریم، لباس هایی که در کوچه ها و شهرها که از جهت تازگی، زیبایی از دیگر لباس ها ما فرق میکند، اونها را میپوشیم. نباشد هم جای گناهی نیست، لباسکامون همین کودکی هاشا میشوییم، دستمال میکنیم، خوشبوی میکنیم، بعد به عیدگاه میاییم. پیش از عیدگاه را خواندن و پیش از وجود خودمان تازه و خوشبوی کردن، باید که نزد حولی هامون، کوچه هامون، خانه هامون باید تازه باشد، عیدانه باشد. و پیش از آمدن به عیدگاه صدقه های فطر ما پرداخت کنیم. صدقه های فطر در همسایه های نادار و همسایه هایی که احتیاج دارند و اونها در دست اونها دهیم. خوش به حال برادرایی که از خدا را شکر، ما شکر به سوی خدا میگیم که برادرایی داریم که امروز تا فردا گوییم که الکی مال ذبح میکنن و برای مردم پیشکی گوشت میتیند، 3 کیلو و 4 کیلو در خانه مردم برده میگذارن که تا که امروز کمی خریدن گوشت برای بعضی از بنده های خدا مشکلات دارد، نارسایی دارند، الکی پیشکی میخرند در همون خانه های مسلمان ها برده، همچو یک گوشت عیدانه گفته به خاطر ثواب برده میتیند. خوش به حالتان، چی مبارک آدم ها هستین، چی با عقل هستید، چی با فراست هستید. انشاءالله خدا در مال شما باز برکات میتید. یک غمخواری است، یک نشانه برادریتان نشان دادن است. خدا شما را باز هم سیرپول کنه و
و در برابر همون سیرپول کردنش باز خداوند شما را توفیق و خدا ترسی را همراه نگه داره. امروز در همون حکومت مجلسی که بود دایر به همین موضوع عید بود که همین ها را به گوش مردم رسانید. بعدا کسی که حج می رود بعضی دیگرگونی ها پیدا شده است، میتونین همون جایی که رفته مراجعت کرده بودین روین در همونجا باز مراجعت کنین که چی دیگرگونی باشد. به خاطری که نمیدونم با ترکیه و ایران راه ها بسته شدن، چیکار شده باشد که به این طریق دیگه رفتن من کردن به خاطر چی بیماریه که در همون دولت ها آمده باشد. خب دیگر مسئله خراسان، اون خانه‌ای که برای بنیادش ما و شما هر روز سهم گذاری میکنیم تا حال تمام نشده است. کسی که چیز امکانیتی دارد برای بینای همون خانه ها پیش از همین گفتی همین برادرها برف و باران همونا واردی خانه شون هم شود، اینم برای ما و شما خوشبختیه، اینم برای ما و شما هم خوشی داره. خب در حق حاجی فیض الله سیمین چند قاب سیمنت آوردن هم راه ها را سیمین کردیم. خدای بابای حاجی فیض الله را شفای کامل و خاتمه بخیر و فرزنداش خدا از کل آفت ها نگه دارد. در حق استای مسجد انور دادرمان انورم این مسجدی که میبینی الحال همین هفته از سر نوش پکلیوف کشه کردن، از سر نو سفیدش کردن. فقط از شما خواهش کنم تنها در تنه هم دیولو دیگر نشکین برای که همون سفیدی ها و دیگر چیزهایی که مهنت های همونجا شده است همون ها گویم که در باز حالت های ویرانی در نروند. مثالی گذشته کرده بودیم، باز خدا نگهتان دارد این برای یگان تحقیر شما نیو، فقط احتیاط کنید. دادرمان انورم خدا از کل آفت ها نگه داره و خداوند این خدمت هایی که در مسجد می شود میگه همه این مهر حور در جنت می شده است. خداوند برای این دادر ما هم بهترین حورهای جنت خدا نصیبش کرده. در حق پدر استا حسین برادر ما هم حسین هم که چند روز در همین مسجد خدمت دارد، خداوند خاتمه بخیر ایمانی و سلامتی خود حسین هم خدا از کل آفت ها نگه دارد. یک برادر از شگنا و دعا خواستند خداوند هر آرزویی که دارد با فضل کرمش حاصل کند. در حق مرحوم بابای حسن هم که از محله ما بود خداوند رحمت و مغفرت چون کند، فرزنداش خدا از کل آفت ها نگه دارد. یک برادر از کارزی بالا خیر کردن، خداوند این خیری که برادر عزیزی ما کرده است به نفع جانش و به نفع قبر به نفع روز قیامتش حل گردد. خدا از جمله جنتی ها سرور داشتن و موفقش کرد. یک برادر کتاب قرآن آوردن، 9 دانه کتاب قرآن آورده است. خب مادر مرحوم علی خان از محله در حق فرزندا، اینجا در یک مادری هست که 2 فرزندش هم علی خان و هم شریف خان گفته که فرزنداش گذشته بود، خدا فرزندا را رحمت و مغفرت و این مادر خدا خاتمه بخیر دهد. بابای عبدالغفار پدر بازارعلی بیمار است، دعا خواستند. برادر ما بازارعلی را خداوند عمر دراز دهد که همون قالینی که از جانب راست من است، همون قدر کلانی که هست همون از دست بازارعلی است. این بازارعلی را خدا خودش عمر دراز و تجارتش ده خدا برار و بابای عبدالغفار خدا خاتمه بخیر ایمانی و سلامتی دهد. خب برادران از روسیه دعا خواستند. همه برادرایی که ما که در امروز در خدمت ها هستند، در پیدا کردن نفقه هستند، خدا سفرهاشون رو بخیر و رزق هاشون خدای مهربان فراخ گرداند. چند برادر اینجا از قرآن تپه از ما در حق مادرشون بیمار بوده است، فرزند طلب بودند، خدا مادر شفای کامل و این دادر عزیز ما را خدا فرزند سالم و صالح نصیب کند. برادرها از اداره سوختار خاموش کنی ها مهمانند، دعا خواستند. خدای برادرای ما هم که از راه دور آمدند، خداوند عمر دراز و تن صحت و فرزنداشون خداوند توفیق و هدایت و خدمتگار پدر و مادر کند. خب در حق کسانی که در صندوق خیریه، برادرای عزیز همون صندوق خیریه را هر جمعه ما تاکید میکنم، باز تاکید میکنم که فراموش نکنید. برای همراه ما بدانید که در خراسان میتیم، همون بینای خراسان، همون وزیر ما خودمون احتیاج داریم، بسیار احتیاجمون زیاد است. حتی ما قریب $1000 حساب این پلاستیکا ما قرض داریم در این مسجد، درهای پلاستیک و تریزها کردیم، ولی بازم این که او ضرورتر است میگیم پولها را برده در همونجا داده ایستاده.
برای می چیز امکانیت داریم کمک کنیم. خب خیر، این بود آنچه که در داخل همین ورق قید شده است. خدا همه شما را قدماتان در حسنات و خدا عزت شما را در دنیا و در آخرت بلند گرداند. آمین یا رب العالمین.